بسم الله الرحمن الرحیم. چند لحظه با قرآن کریم باشیم. از نظر قرآن کریم چند چیز هستند که باعث می شود انسانها کورباور شوند و حرف حق و حقیقت را نپذیرند که ما به 3 نکته آن اشاره خواهیم کرد. اولین مسئله نژاد پرستی است، مانند شیطان که یک نژاد پرست بود و گفت من به آدم سجده نمی کنم زیرا من از آتش هستم و آدم از خاک و من از او بهترم. قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. مسئله دوم مال و فرزند زیاد است که کافران فکر میکردند چون مال و فرزند زیاد دارند خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد. و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. و مسئله سوم قومگرایی و قومیتگرایی است که قرآن کریم می‌فرماید اگر این قرآن را به یک زبان غیر عربی نازل می‌کردیم بعضی از عرب‌ها که قومگرا هستند به این قرآن ایمان نمی آوردند چون میگفتند این قرآن به زبان ما نیست. ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین. انشاءالله خداوند متعال ما را پیرو حقیقی قرآن کریم بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.